وکیل دومه دولتی روسیه به جانبداری از منع کار مهاجران در تاکسی برآمد کرده است. به گفته دمیتری گوسیف به این کار تنها باید مهاجران اجازه داده شوند که از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا آمدند. این اظهارات از زبان وکیل در انجمن تاکسی زمانوی صدا داد. به قول وکیل مردمی، روسیه تنها باید به ورود آن مهاجران راه دهد که واقعا ضرور هستند. آنها باید از روی شرطنامه به کار قبول شده در صورتی به پایان رسیدن مهلت قرارداد روسیه را ترک کنند. در مسئله شرکت‌های تاکسی و شهروندان خارجی، ما با آن شهروندانی که از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا کار می‌کنند چیزی را عوض کرده نمی‌توانیم، اما قطعاً مقابل کار مهاجران از دولت‌های دیگر هستیم. ما بر ریشه خودمان تیشه می‌زنیم. سال گذشته زیاده از 2.5 میلیون نفر به کشور برای کار آمدند. همگی 600,000 کس پتنت گرفته است. باقی مانده کجا شدند؟ آنها زیر نقاب مهاجران کاری آمدند. انفراساختار ما را استفاده میبرند، از حساب ما زندگی میکنند، عائله هایشان را میآورند. این نادرست است. در همین حال نشریه یوروپیان ایژن نیوز از قول ایرینا ظریفова رئیس شورای جمعیتی رشد تاکسی نوشته است 10,000 راننده تاکسی در روسیه کار را ترک کردند. انتظار می رود که در روسیه تعرفه نقلیات مسافربر بلند رود. در همین انجمن تاکسی زمانوی ظریفова گفت البته در ماه ایون قیمت تاکسی بالا می شود. нархҳо бо сабаби рафтани ронандагон гарон мешаванд. тақрибан 100,000 нафар аз сабаби ҷанг аз кор рафтанд. таърифаҳо соли 2 бор дар соли нав ва моҳи июн баланд мераванд. чаро? чунки тобистон ронандагон ба сохтмонҳо мераванд, бар илова мавсими гирифтани рухсатиҳост. ронандагон аз пайи корҳои хусусияшон мешаванд. از این پیشتر رئیس اتفاق رانندگان تاکسی های مسکو نیکولای کودولوف گفت که در پایتخت نصف رانندگان تاکسی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند و گفت خروج مهاجران از کشور باعث بالا رفتن نرخ نقلیات جمعیتی می شود.